خوش آمدید. بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی افغانستان عبداللطیف منصور وزیر پیشین وزارت زراعت و انرژی به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات و محمد یونس آخوندزاده وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات به حیث وزیر آب و انرژی گماشته شدند. سخنگوی امارت اسلامی در خبرنامه میگوید که عبدالحق همکار معین مالی و اداری پیشین وزارت فواید عامه به حیث رئیس عمومی شرکت برشنا و قاری محمد یونس راشد معین و پیشین امور جوانان در وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان معین مالی و اداری وزارت فواید عامه تعیین شده اند. در خبرنامه همچنین آمده که دکتر عبدالباری عمر رئیس پیشین شرکت برشنا به حیث رئیس تشریفات وزارت خارجه تعیین گردیده است. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی ایران اعلام کرده است که عامل ترور اکرام الدین سری فرمانده پلیس تخار و بغلان در حکومت پیشین در تهران بازداشت شده است. آقای مالکی همچنان افزوده است که این اقدام به گونه سازمان یافته هدایت شده و از خارج از ایران برنامه ریزی شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی ایران همچنان تصریح کرده است که به باور نهادهای امنیتی ایران در ترور آقای سری سازمان استخباراتی بیرونی دست دارد. بلال آریان. پس از ترور جنرال اکرام الدین سره فرمانده امنیه ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین، به تازگی فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی ایران گفته است که عامل ترور اکرام الدین سره در تهران بازداشت شده است. آقای مالکی افزوده است که این اقدام به گونه سازمان یافته هدایت شده و از سوی کشورهای خارجی برنامه‌ریزی شده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی ایران نیز گفته است که به باور نهادهای امنیتی ایران پشت پرده ترور آقای سره سازمان‌های استخباراتی کشورهای همسایه دست دارد و احتمال انگیزه شخصی در این رویداد وجود ندارد. این در حالی است که امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی پیشتر نیز گفته است که گروه‌های در خاک پاکستان حضور دارند و برای بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه فعالیت می‌کنند. ترور جنرال سری در تهران توسط استخبارات پاکستان به دو هدف این شخصیت ترور شد. هدف اولی پاکستانی است که اختلافات را ایجاد کردن در بین اقوام توسط ازمی سال ترورها. آقای مالکی روز گذشته در مصاحبه با رسانه‌های ایرانی گفته است که پرونده این ترور به گونه جدی در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و نهادهای امنیتی ایران قرار دارد. پیشتر نیز منابع استخباراتی روسیه ادعا کردند که حمله‌های اخیر بر خاک تاجیکستان با پشتیبانی مستقیم ارتش پاکستان صورت گرفته است، حمله‌ای که سبب کشته شدن چند شهروند چینی شد. کشور پاکستان هیچ وقت خواستار تامین صلح و ثبات و گسترش روابط دوستانه میان افغانستان و پاکستان نبوده، بلکه در صدد برهم مناسبات می باشد و همچنان تلاش نموده تا در قسمت ترور شخصیت‌های افغانستان همچنان نقش داشته باشد. بر اساس گزارشاتی که از ایران به دست آمده، یکی از اشخاصی که در قتل و ترور جنرال اکرام الدین سری دست داشتن، اونها هم اقرار کردند که دست پاکستان در شریک بوده. بنابراین این اسناد است که میتونه شاهد حال باشه که پاکستان به خاطر حتی ترور شخصیت‌های افغانستان چه نظامی و چه سیاسی دست دارد. باورها بر این است که رژیم نظامی پاکستان با انجام چنین حمله‌ها و ترورهای هدفمند می‌خواهد تا روابط میان امارت اسلامی با کشورهای منطقه را تیره‌تر سازد. این همه در حالی است که پاکستان همواره ادعا کرده است که گروه‌های هراس افغان در خاک افغانستان تهدید جدی برای کشورهای منطقه است، ادعایی که همواره از سوی امارت اسلامی رد شده است و حضور گروه‌های هراس افغان را در خاک افغانستان بی‌بنیاد دانسته است. یکی از بزرگترین پروژه‌های تولید برق داخلی در پارک صنعتی صنایع سبز کابل امروز با حضور مقام‌های حکومتی و مسئولان شرکت برشنا به بهره برداری سپرده شد. مسئولان میگویند این پروژه گامی مهم در مسیر خودکفایی انرژی کشور است. سبقت الله عثمانی. پروژه تولیدی برق آفتابی با ظرفیت 34 مگاوات در پارک‌های صنعتی صنایع سبز کابل امروز از سوی شرکت برشنا و شرکت TVC از کشور هلند به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با سرمایه‌گذاری 60 میلیون دلاری یکی از بزرگترین پروژه‌های انرژی آفتابی در کشور محسوب می شود. او زه د TVC شرکت د رهبرۍ څخه مننه کوم چې دوی جرأت وکړ ترڅو په افغانستان کې پانګونه کوي. TVC شرکت د افغانانو او د هلندیانو یو مشترک شرکت دلته زموږ او ستاسو مېلمه هالندي تبع ناست حضور لري. دوی جرأت کړی او دوی په دې پوهېدلي
دغه موضوع در کړې ده چې په افغانستان کې اوس امن ده. عبدالباری عمر رئیس شرکت بریشنا میگوید با راه اندازی این پروژه افغانستان یک گام مهم در کاهش وابستگی به برق وارداتی برداشته و قرار است که پروژه های مشابه در سایر ولایات نیز تطبیق شوند. حمدالله نعمانی وزیر مخابرات میگوید این پروژه مشکل های مضمون برق در پارک‌های سنتی کابل را رفع خواهند کرد و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از 500 نفر را فراهم می‌سازد. و تأکید کرده که افغانستان باید از منابع داخلی انرژی استفاده حد اکثری کند. غریب هیواد نه ده، خصوصا د انرژي په بخش کې موږ د نورو دنیا په شکل موږ هم هغه امکانات لرو. موږ هم لمر لرو چې استفاده په انرژي او تولید د برېښنا کې وکړو. موږ هم باد لرو چې موږ د برېښنا په مورد باندې استفاده جنې وکړو. موږ هم په ډېرو ځایونو کې دومره اوبه لرو چې موږ استفاده جنې وکړو. همدا ډول افغانستان که وګورو یو مصرفي هیواد ده، تر اوسه پورې بایوماس انرژي موږ دلته ډېره کولی شو چې دا بیرته ژوندۍ او استفاده جنې وکړی شي. محمد محسن امینی رئیس پارک‌های سنتی سبز نیز میگوید ما اگر 20 سال پیشتر ببینیم در افغانستان کلا ما دوستان اینجا حضور دارن که 100 میگاوات برق هم نداشتیم و کدام صنعت و سرمایه‌گذاری رشد قابل مقایسه هم در افغانستان نبود. حتی یک آب نوشیدنی ما هم از خارج می‌آمد. مسئولان اداره امور نیز تاکید کردند که افزایش تولید داخلی برق نقش کلیدی در رشد اقتصاد، کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های کاری دارند. تن او وجود له لاسه ورکوي مهمه نه ده د وطن د ازادۍ په لار کې دا افتخار دی د الله د رضا په خاطر باندې دا افتخار نو نن که چېرته په غټو پوستونو کې راغلي دي غټ مسؤلیتونه او درون پیټې د امانت د دوی په اوږو باندې دي نو دوی به غفلت نه کوي. به باور مسئولان این پروژه نه تنها به حل مشکل برق در پارک‌های سنتی کابل کمک می‌کند بلکه می‌تواند الگو برای تولید انرژی پاک داخلی در سراسر کشور باشد. گام دیگر در مسیر توسعه اقتصادی افغانستان. یک مجتمع ورزشی مجهز فوتسال در ولسوالی کلفگان ولایت تخار به بهره برداری سپرده شد. اقدامی که با استقبال گرم و خرسندی جوانان و ورزش دوستان این منطقه به همراه بوده است. جان آقا امانزاده گزارش فرستاده. مسئولان محلی در ولسوالی کلفگان میگویند که کار ساخت مجتمع ورزشی فوتسال در این ولسوالی با هزینه بیش از 5 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. این مجتمع به مساحت 44 بر 24 متر مربع ساخته شده و دارای امکانات ابتدایی برای تمرین و برگزاری مسابقات فوتسال می باشد. خوشبختانه امروز که ما شاهد افتتاح از این مجتمع ورزشی هستیم برمیگرده به اون پالیسی ها و حمایت بدریغ مسئولین محترم است که امروز الحمدلله که امنیت وجود داره و ما شاهد افتتاح چنین مجتمع شما شاهد هستین که ما در تمام ولسوالی ولایت تخار خوشبختانه که مکان‌های ورزشی بسیار خوب ساخته شده ولی امروز خوشبختانه که ما نخستین مجتمع ورزشی را در ولسوالی کلفگان افتتاح کردیم. جوانا بسیار خرسند است الحمدلله از این کاری که کسانی که کردن از این کارشان مسئولین هم قطعشان همکار هستند کما حق ان شاء الله تعالی بعد از این ما همکار می باشیم. به گفته ورزشکاران نبود امکانات ورزشی همواره یکی از مشکل‌های عمده در این ولسوالی بوده است اما اکنون با ایجاد چنین ورزشگاه زمینه بهتر برای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شده است. آنان از حکومت و نهادهای پشتیبانی ورزش می‌خواهند تا در سایر بخش‌های ورزشی نیز سرمایه‌گذاری کنند. هدف اصلی ما بود که به خاطر کمی جوانا هر طرف و طرف میرفت که به خاطر کمی جوانا یک جا جمع شود زهر نو چیز دور باشه به خاطر در ورزش علاقه پیدا کنه به خاطر همین ما را ایجاد کردیم. به خاطر افتتاح این مجتمع آمریت ورزش نهایت با ما همکار بودند. البته ارگان‌های دولتی ارگان‌های زیربط همچنان با ما همکار بودند تشویق کردند و جوان‌ها مردم محل متنفذین علما همگی با ما بودند که باید یک فوتسال استاندارد بعد در کلفگان ایجاد شود. ما بابت چمن ورزشی که در ولسوالی کلفگان ساخته شده خیلی خوشحال و خرسند هستیم. سالهای سال بود که ما از چمن ورزشی محروم بودیم. خوشبختانه که امروز افتتاحش بود. ما خیلی خوشحال هستیم که چمن ورزشی ساخته شده. مسئولان تربیت بدنی تخار نیز می افزاید که تلاش دارند چنین پروژه های را در دیگر ولسوالی ها نیز عملی سازند تا ورزش به فرهنگ سالم برای نسل جوان تبدیل شود.
به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.